امروز در شهر دوشنبه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم emomali раҳмон در حاشیه جلسه شورای سران دولت‌های اعضای اتحاد دولت‌های مستقل با پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شавкат Мирзиёев ملاقات کردند. در جریان ملاقات صمیمی و سازنده مسائل تعمیق همکاری دوجانبه مورد بررسی قرار داده شد. پرزیدنت مملکت محترم emomali раҳмон سرور دولت دوست و برادر ازبکستان محترم شавкат Мирзиёев را به تاجیکستان خیر مقدم گفته امکان دیدار ملاقات را در حوزه جلسه شورای سران دولت‌های اعضای اتحاد دولت‌های مستقل عامل مهمی تکان بخش رابطه‌های عنعنوی مردمان ارزیابی کردند. تاکید گردید که ما به سطح مناسبت‌های دوستی و همکاری با همسایه نزدیک و کشور برادر ازبکستان افضلیت بیشتر می‌دهیم. در یک مدت کوتاه با اراده قوی سران دولت‌ها و خواهش و تلاش‌های مردمان جمهوری‌ها مجموع مشکلات حل طلب از بین برداشته شد. سران دولت‌ها سفرهای دولتی جوابی خود را به کشورهای یکدیگر نتیجه گیری کرده از روند تطبیق سندهای ضمن سفرها امضا شده برطرف نمودن مشکلات موجوده ساری قناعتمندی کردند. تاکید گردید که هدف‌های سازنده سران دولت‌ها از جمله مسئله ساختمان دو نیروگاه در بالای دریای زرافشان، تأسیس فیلیال شرکت ارتل در تاجیکستان و دیگر اقدامات نیک به منفعت مردمان تاجیک و ازبک روانه گردیده است. پرزیدنت مملکت محترم emomali раҳмон ابراز داشتند که تهیه و تطبیق لایحه‌ها و توسعه همکاری بخش‌های تجارتی و اقتصاد، مناسبت‌های فرهنگی و گومانیتاری بین کشورها تحت نظارت بی‌واسطه سرور دولت تاجیکستان قرار دارد و برای بهره برداری از تمام امکانیت‌های استفاده نشده تدبیرهای مشخص عملی می‌گردد. برای تطبیق این هدف‌ها زمینه مساعدت حقوقی و قراردادی، ذخیره‌های مادی و نیروی انسانی، عنعنه‌های نکوی تاریخی دوستی و حسن همجواری موجود است. در آخر سال امید کرده شد که جانب‌ها با تلاش‌های مشترک به مسئله حل مشکلات و رشد بی‌میلان مناسبت‌های همکاری نائل می‌گردند. مناسبت‌های دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان 22 اکتبر سال 1992 برقرار گردیده است. اساس شرطنامه‌ای و حقوقی مناسبت‌های دو دولت را زیاده از 110 سازشنامه و عهدنامه تشکیل می‌دهد که از سال 1992 تا امروز در سطح بین دولتی، بین حکومتی و بین صحابی به امضا رسیده برای رشد و توسعه منبع رابطه‌های دوجانبه در ساحه سیاسی و تجارتی و اقتصادی زمینه‌های حقوقی را به وجود آورده است. تلاش‌های سیاسی تاجیکستان و ازبکستان برای تحکیم امنیت و ثبات در منطقه مساعدت بر رشد منبع روندهای همگرایی پیوسته عیان می‌گردند. هر دو کشور عضو یکچند سازمان منطقوی و جهانی از جمله سازمان ملل متحد، اتحاد دولت‌های مستقل و سازمان همکاری شانگهای بوده همکاری‌ها را در دایره این سازمان‌ها نیز به راه مانده‌اند. با نظرداشت هممرز بودن تاجیکستان و ازبکستان، تقویت بخشیدن همکاری‌های دو کشور در همه بخش‌های دولتداری از جمله کشاورزی، انرژتیکا، صنعت، علم و تکنولوژی، سیاحی، تندرستی، نقلیات و فرهنگ از سمت‌های افضلیتناک و منفعت بخش ارزیابی می‌گردد. در رشد و توسعه بیشتر مناسبت‌های دوجانبه، سفرهای دولتی سران دولت‌ها محترم emomali раҳмон و شавкат Мирзиёев به کشورهای همدیگر نقشی مؤثر گذاشتند.